سلام به همه آرمی‌های عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشد و روز خیلی خوبی داشته باشید. اگر الان دارید این ویدیو را می‌بینید خیلی خوشحال می‌شوم که چند دقیقه با من همراه باشید. امروز می‌خواهم یک چیز ساده ولی خیلی کاربردی را با شما آرمی‌ها به اشتراک بگذارم. همانطور که می‌دانید خیلی وقتها دیدن برنامه‌ها یا لایف‌های BTS برای بعضی از آرمی‌ها سخت می‌شود. گاهی بعضی سایت‌ها در بعضی کشورها باز نمی‌شوند یا دسترسی به آنها راحت نیست. به همین خاطر خیلی از آرمی‌ها از من پرسیدند که آیا راه ساده‌ای هست تا بتوانیم برنامه‌ها یا لایف BTS را ببینیم. برای همین در این ویدیو می‌خواهم یک سایت ساده را به شما نشان بدهم که خیلی از آرمی‌ها از آن استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهی لایف BTS را ببینی ولی سایت نتفلیکس برایت باز نمی‌شود، این ویدیو را تا آخر ببین. و این را هم بگم که میدانم این روزها برای خیلی از آرمی‌ها در ایران اوضاع اینترنت اصلاً راحت نیست و خیلی‌ها حتی به بعضی سایت‌ها هم دسترسی ندارند. اگر آرمی‌هایی از ایران این ویدیو را می‌بینند و اینترنت دارند، خیلی خوشحال می‌شوم در کامنت‌ها به ما بگویید اوضاع اینترنت چطور است و حالتان چطور است. واقعاً دوست داریم از شما خبر داشته باشیم. و البته خیلی از آرمی‌هایی که خارج از ایران هستند هم از من خواستند یک راه ساده نشان بدهم تا بتوانند لایف BTS را ببینند. پس در این ویدیو می‌خواهم یک روش ساده را با شما به اشتراک بگذارم. البته یک نکته مهم هم بگویم. در سایت KissKioch معمولاً لایف‌ها همان لحظه پخش نمی‌شوند. بیشتر وقتها چند ساعت بعد یا حتی یک روز بعد از لایف ویدیو در سایت قرار می‌گیرد. پس اگر همان لحظه لایف را ندیدی اصلاً نگران نباش. خب حالا بریم که مرحله به مرحله با هم انجامش بدهیم. اول وارد گوگل می‌شویم و در قسمت سرچ می‌نویسیم KissKioch. بعد روی اولین سایتی که می‌بینیم کلیک می‌کنیم. وقتی وارد سایت شدیم اینجا باید روی دکمه ساین این کلیک کنیم. حالا دو روش دارید. اگر با گوشی اکانت می‌سازید روی گزینه گوگل کلیک کنید. اگر با لپتاپ یا کامپیوتر هستید می‌توانید روی گزینه مایکروسافت کلیک کنید. بعد از آن ایمیل خودتان را وارد می‌کنید و روی دکمه کانتینیو کلیک می‌کنید. و تمام. اکانت شما ساخته شد. حالا تنها کاری که باید بکنید این است که پایین صفحه روی بخش آپکامینگ کلیک کنید. بعد اینجا کشور ساوس کوریا را انتخاب کنید. وقتی وارد این بخش شوید اگر لایف یا برنامه ای از BTS قرار بگیرد می توانید آن را اینجا پیدا کنید و بعد از قرار گرفتن ویدیو آن را تماشا کنید. خیلی ممنون که این ویدیو را دیدید. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. تا ویدیوی بعدی با آرمی‌ها.